که گفتی گپا مهم نیست که من همه گپا ما گپ زنم همین کمتره کوتاه‌تره کنم بگم کوتاه گپ که من با فریب اومدم مرا فریب کردن من راکای سید احمد گفت که تو زنه که با معرفتی زنه که مثلا سر فرزندی تره با در اونجا بسیار قدر میکنن سومی بسیار میتن ایدی قربان اومده است متر هر چیز زودتر روی کنین در ایدی قربان زکات مول $10,000 میتن $600 اویلک تاسیم و پس میگه دکات خبر میگیری اول حجت میکنن بعد چی میکنن بعد کورد قبول میکنن چور کرتای چی میتن گفتن چور لباس فرمای کورید میتن چور تا بزرگوید میتن چور تا خونه پوشه چور تا هر جوره و کم خیل میتن میره در اتاق خواب میکنی تلفنش به پوله تلویزیون تماشا میکنی دیسک بلا بتر تا تماشا میکنی کار میکنی بسیار کار نمیکنی خیلی نمترین گفتن بعد به هم اومدم که همش دروغ بوده عذاب بوده عذاب میکشی خوب نمیکنی اینم گل ترید میخوره و سگ تای طبق اینم ترید میخوری اوقات من ساعتی اوقات خوری نداری نبگی سری چای بخورم عبید کنم نه میخورن سیر میکنن که تای طبق شنم منم تای طبق شنم اسپید کنم میخورم بنا که در این خوردم بو میگه کرد فقط کره خواب نیست صاف خواب نیست تا ساعتی 4 روزه از اون میتکو کار کردیسته من تطریفو تا خدا میگی اعضای جون قیصر میشه بخوابی 1 سال 3 ماه خوابش نمیدم کل است بتونی کار روبوت میبی روبوت باشی نه خواهرش در گپ دیسته که میگه که در تلفن گپ دیسته يعني در هم خبر تروح الحديقة ترى خديجة قالت أم سلطان عملاق ومضغوط خلاص يلا خیلی عذابه آخه همش دروغه همه یگان گپاشون با او گپ به گپ صف بدادن جايين يعني يساعدون وهذا طالعين خلاص نمی نوم وطن طبیعی بگو میرم کو میزنن این کلا جون ام سلطان دورشون که نزنینم نمیرم مضغوط تانیا برزه دارم مسوية وخديجة بسويات خديجة خلاص كده تيجي خد مشكلة السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اینه یه اتاقی ما اتاقی ما را بینید اتاقی ما کار نکردم تار برامدم گفتم نقص خان کنم خیلی تری دیگه اینه سلوژانکو جمع شون یگون جو میروند سعی کنم مرا نمیبرن میبره در خونه یگون خش تورش میمونه کودک چودک بسیاری دارن که همتری میبری ای کروخی اینا که امین نوکی خونه امش بوده مونده بوده خونه امی زنک اینا که دختر شای دختری یک شودور شای هر دیو دخترو یک تا 6 تا داره یک تا ایگش 4 تا داره 10 تا بگیم ای کلینش یک تا 11 تا کودک انا که کلینش 4 دخترش 11 12 13 14 15 نفر بچهش 16 نفر امش 17 نفر همه نمو کار خونه 3 اتاژه در یک روز 2 بار 3 بار پیشاب میشون پیشاب وقتی بدوزم میشون با حولیش هم میشون خونه و در هم برا میرون میشکم تازه میکنم اوقات چون میکنم این کودکش اینه جای خونده که اینه مثل اپا خواهر مثل خاله اماکی اینجا خیلی نیسته کودک من ایده که نام تا میگیره ای که حرمت احترام خیلی گپ نیسته نمیگه که تو شلپر میشه نمیگه که تو مثل یگان جو درد میکنه یگان بفره میشه نه مردت تا میبینی کروبلاسیون کار میکنی
خیلی همش انسانی خوبه. کار مقام کار را نمیخورم، با کار هیچ که نموده. اینه که انسانی خوب نمیزنه. این بیوه میزنه. یا خودشون کو این همی مرا آوردگی جای خودشون برای خودشون یک چیه فکته، یک جنایت مرا بیزم دیگه جو بود، یک کامپیوتر بود مرا که رنگی سو بکی دزدی کد ایا جو دزدی کد آور استفاده بودسته انا خیلی میشود. این را باید ای بولو میپرسید که همین انسان آمده در همین مثال ویزا در همین چی آدرس قطعی خیلی کامپیوتر بود، کامپیوتر کسل فلج بود زده کم همه جو مخروشت خونشور کرد دیگه گفتم نمیستم، ترسیدم، دلم میلرزید. بعد گرفتک شو خونه خودش مردک آوردکم که زنی با یک کامپیوتر بهتر بده، قطعی دختراش لطه میکنن، قطق جفم میکنن، در تلفن من گپ زنیم نمیمونن، حدی که در تلفن گپ زد در سر یک ترمو نمیمونن، هم قزدن میکنن که خره در پخته چینی قنه میزنن. چیکار کنم؟ مقامی کارشن هم میخرم، با کاری چکا نمیخرم، همه کار میکنن. وقتی کار کنی اومدی مدت همه بیلی کار میکنی، از او میکشی نمیکشی چی گپینی او خم مشت لغت خوردن همی زدنش چی منی داره؟ مال سویه چپلاق شورا ندیدم. من هم خخد مرکزانه که بودم که در اینجا مرده که خانه دور به شوابر میزند، بچه و دخترش به مشت لغت قطی زنش. چیکار کنم؟ نامرم سوق سلامت با وطن مبرم اگر قضام بود نشوه. بعد من میدونم که چیکار کنم. شرکتی که مرا روی که بفرید گویا چپلاق چه بزنم بردک میفهمی یک گپی از سخانی گنده را گفتنش ستیه دوره، اولون که میزنن مرا سیاه و کبود میکنن، نیم کلا جون میکنن، ایلیس نیت صفر میتر رنگی توپی را که بشت میزنی مرا هم خیلی میکنن، موی سر مکنده گرفتن ای سر. نه عزیز مرا شما نکنین، من دروغ نمیگم، موی سری کندگی شونه در سرمون نمونده، کلم کردن همه را کندن گرفتن. نومرام 05 01 43 07 44 در عربستان سعودیم. نمیدونم ای خورا برو من نمیشود. اینجا ملکی نیسته که ببروی فر بگردی، اینجا نه خیلی لقاب میپوشی محکم میکنی خطه، مرده که بیگونه را نمیبینی. من ادرسی خونه را نمیدونم، من دروغ نمیگم، باورم کنید. مرا زورم آمده، من در هیچ جا نرفتم. من 15 روز میشود همی تلفن ندادنم. من پرسیدم که چی خیلی کنم، گفتن میدم خیلی بجق، اما جقیدم گپ زدم دیگه شا نمیدونم چی گپ شیدگیه. مرا گفتن یاردمت میکنی کی در اینترنت پرتافته چه خیلی کده. من خیلی تلفن را سرفرا نمیرم، من خیلی تلفنی نمره کی را میفهمم، نوکی بلای امیز درستی دست ویدن یاره. من خیلی زنکی لقطه نیستم، باورم کنید، حقارت نکنید. من مادرم، گویا مرا گفتین اما آدمی حقارت میکنه که اما آدم پدر مادری خودشه به فکرم که حقارت میکنه و آدم ها مخته. فکر کنی پگه پادر مادر میشین، نزدری کسا نمیزنم در ته، روزش میشه و فرزندت نمیگه تا درس خانت میگه. فهمیدی؟ حقارت نکنین. خیلی کسی خوبی کنه بدی کنه بخت کنه، حقارت به زبان خودت میگوی، به مادر خودت میروه، به اهل بیت خودت میروه. هزار قلق شاعر گفت که آباد نکردی مرا ویران نکن تو مرا، ای دستت نمیآید گپی کته نزن، گپی بیهوده نزن. التماس عذاب دارم، زورم، من به فریب اومدم. من $400 خانه 3555 سوم روی میکنم. مرا گفتن $600 اویلکته، مرا گفتن 3 ماه پس میگو دکات خبر میگیری.
مرا به فریب روی کرد، به فهم خورد. من دختر بچه من گفتم بخوانونم، من گفتم مودم شوم. من روزی پستی من فکر کنم ای گپا نگی، ای سخنه نزنی.